سلسله فیلم تاریخی 4 تن از 4 سنگ بود منظور شما که از جانب مرد کردان و شناخته عکس برداری کسب مرحوم زهور سال 1972 نوار برداری شده است. اکثر هنرمندان آن را خیلی خوب میشناسید زیرا تا حال روی صحنه تئاتر نقش میآفرند و مخلصانشان را شاد میسازند. سلام بینندگان گرامی، دوستداران همیشگی تلویزیون سفینه. در برنامه امروزه نقش ما گروه ایجادی تصمیم گرفتیم که در حضور هنرمند شناخته هنرمند خلقی تاجیکستان غالب اسلاموف اطراف مضمون و محتوای فیلم 4 تن از 4 سنگ و نقش هنرمندان صحبت داشته باشیم. سلام. سلام علیکم. خوش آمده به برنامه. شکر، تشکر میکنم که دعوت کردید. وقتی خوبی پیدا شده. سلامت باشید. راستی وقتی که این فیلم رو تماشا کردم تاثیرات برای خود هم گرفتم زیرا سازندگان فیلم پهلوهای گوناگون زندگی را خیلی خوب نشان دادند. ببینید که در آن هم موضوع دوستی، هم رفاقت، هم خیانت و خلاص ماجراهای گوناگون زندگی را در سطح بلند هنرمندان نشان دادند. در آغاز می‌خواستیم بدانیم که نقش دولت در راه سینما پیش از همه به خودش ما چی داده توانست؟ خب این بعد اونی که ما دانشگاه را ختم کردیم در مسکو اومدیم، همه جوان، همه با من یک انرژی بسیار، یک تصورات بسیار نو، با توجه نو با آمدیم. بعد من اول سال 72 مرا دعوت کردن، منو گلسرا رو دعوت کردن با استاد حبیب الله عبدالرزاق فهم. اون وقت سررژیسور اولین ما در تئاتر وی بود. ما جیغ زدن، دعوت کردن، بعد سناریو دادند و گفتین خوانید. ما خوندیم. خیلی نقش گلسرا گلشن که معلوم بود، یک تا دختره که اونجا بود، این 4 نفر نقش اساسی اونجا خوندم. نقش دولت برای من بسیار بیگانه بود، تجربه هم نبود، نو دانشکده ختم کردیم. این خیلی نقش های من حتی در کارهای دیپلمی هم اجرا نکرده بودم. هیجان بسیار گرفت منو، دهشت زیر کرد. باور کنید همین دهشت زیر کرد که وای خیر یعنی باری اول بودید که با کارگردان مارگاریتا قاسموف او باری اول نه تمام کردیم اومدیم. باری اول در کین استودیو وای بود، همین نقش اساسی وای خطی با نقش از همه مرکب‌تر بود. از همون 3 جوان گلشن این با نقش دولت با بسیارتر مرکب‌تر بود، نازک‌تر بود. همین دوره جوانی باید دیگر کسان بازی میکنن، دوره پیری باید دیگر کسان بازی میکنند، اشتراک میکردن. لیکن همین خیلی در رفتی های همین خیلی شد که به خلاصه آمدن که همون سناریستم و محرری همون فیلم و مارگاریتا قاسموف هم مصلحت شد که همین هنرمندان هم دوره جوانیشون رو بنور میگیرن، هم دوره پیریشون. این اولی یک زینه‌پای اول بود. این همین نقش برای من یک راه گشاد، یک تکان داد برای زندگی من، برای ایجادات من و من زندگی من از همین چیز حیات من، هم در تلویزیون، هم در کینو استودیوهای دیگر جوان خیلی، در ماس فیلم و لین فیلم. و این فیلم تاریخ تاجیکستان در نظر دارد، تاریخ ترقیات همین تاجیکستان سویتی همون دوره بود. همون خطی از من همین برقی نورک گیس نورک سون نیروی برقی نورک. بله نورک هم وقت در ازبکستان گرفتیم، در دیناو گرفتیم، در ریگار گرفتیم، بنور گرفتیم، در فیض‌آباد سونکا گرفتیم و در لنینگراد. از قدم‌های اول ایجادتان تا به امروز زیاده از نیم عصر گذشت و البته هر یک تماشاگر، هر یک مخلصانتان وابسته به نگاه و ذوق و خواهش خود نقش‌های شما را در نمایشنامه و نویله‌های تلویزیونی و فیلم‌های گوناگون ژانر می‌بینند و بهای بلند می‌دهند. اما نقشی که شما در فیلم 4 تن از 4 سنگ آفریدید تماماً دیگر است. در این ابراز خیلی جوان هستید ولی به جوانی خود نگاه نکرده این نقش را با وقار و صمیمی پیشکش بیننده کردید. اصلا کدام جهت این فیلم رو موفق می حسابید هرچند 53 سال قبل روی کار آمده است؟ اون جاهایی که
منم دوره پیرون سالگی من بسیار عذاب کشیدم. بعد من همون خراکتری آدم پیرون سالگی ما یکم وقتی بزرگ نکرده بودم، لیکن من همون وزن، همون عصب، همون نرو، همون علم همه باید در خودتون دارید. و حقیقتی این همون جاهایی هستند که وقتی که کاسکادور اسب سیچکه میکند همون جاهای سیچکه میکند. وقتی که از اسب میغلطم در اون دریا و حقیقتی اون خودم پای بود غلطیدن اسب. دو بار در وای غلطیدیم اسب، همین بارون بود، همون وای با همون اغبابا سیمکه میکردیم زیدی با همین لوی بود. همین اسبی که دووندم خیلی اسب غیجید و من پای راستم تگ اسب موند. امریکا بخاطر خیرک اسب با تیز جایید خیست. یک موفقیت فیلم رو شما در نواربرداری هم میبینید؟ در خراکتری آدم محیط با میدارد. دویم بار هم نشد، همه خیلی شد. بعد من مارگریت قاسمووا چیز دماغش سوختم اونجا از ما خودمون موندم خیلی. بعد رفتم خیلی که جوان ما گفتم که مارگریت نمیمونه، بیاید این یک واریانت کنیم. این از وای خودم میپرم، خودم میرم. انا همون دوبل موند. در یک دوبل خیلی اونجا وقتی وای با 4 کامera کار میکند، وقتی ترکیه صحنه 4 یک چیز قشتی گفت که سنیاتم شد تمام. یعنی دو نقش اونجا آفریدم، هم جوانی هم پیری هم. در فیلم 4 تن از 4 سنگ اصلا موضوع رفاقت و دوستی موقع عمیق و تاریخی دارند. 4 همنشینی خوب و وفادار و صمیمی، دولت، حیدر، نعیم و گلشن. قصه ناتمام و به بازگشت اما خیلی دلریش کننده، درست؟ بله. بعضا میشد به یاد میاریم، یعنی بعضی رفیقان بعضا خیلی فیلم‌های دیگر خط میریم، زیدی میریم، کجای میریم، در یادشون هست. میگن که میشناسن اولا که انا میبینن که وای میگم خیلی 72 اینا 53 سال گذشت. بله. وای این صورتاش تماشا میکنیم، چیزاش تماشا میکنیم، از نو زنده میشه، از نو میشه. لیکن خیلی همین دنیا همین است، دوره همین است. ما شکر میکنیم که همین بود هست و در تاریخ ما، در تاریخ صنعت ما، در کینوستودیو، در بایگانی تلویزیون ما موندگی. خیلی این با میگم که همون فیلم 4 تن از 4 سنگ یک قسمت تاجیکستان ما بود. این حاضر بینید چقدر آباد شده است تاجیکستان، چقدر زیبا شده است، مخصوصا دوشنبه ما. بله. هنرمند خلقی تاجیکستان مادر روزگار دیده گلسره عبداللهی و نقش گلشن را خیلی زیبا، دلچسب و صمیمی آفریده است. بگوید که این چندمین فیلم دراما است که در یک جایگی با گلسره عبداللهی و نقش دو دلداده را بازیده. دو دلداده که میان هر دو جدایی قرار میگیرد. پشت این قضیه و یا رنج و عقوبت های زیاد دولت کی را گناهکار می‌سازد؟ حیدر، نعیم، گلشن و یا محیط ناآرام دهه 4 سنگ را؟ و با همین سوال آخرانتون جواب میدم. این همه خیلی است که این همین قسمت همون دولت بسیار خیلی انالیز کردیم و کردیم که خودم همچون ایجادکار چخیل باورناک باشد، چخیل از هنرمند و همچون گویا که با خودش واقعا روی داده باشد، باید در همون حالت زندگی کند. همه غرور نادرکار، همین ایگویسم، منم خودبینی. اگر نه خیلی باید میدونست که دولت که قسمت همه خیلی شد، گمان کردن که تو نیستی، همون افغانستان گریختی و رفتی، همه خیلی دیگر باید به تقریب تن میداد. بله، باید خیلی زندگی رو میدونست که زندگی که پیش میرود. همه خیلی هم بود و یا با میفهمونن. این خیانت از طرف حیدر نگوید، از طرف دوستم، از طرف گلشنم، تا در فیلم تا قطره آخرین و نمیبخشد آیا تا قدیم فیلم فینال فیلم همون 8 تجربه گرفتیم اونجا. انا همون غروری و بسیار گپین که با این پرسوناژ، این قهرمان در عمرش با زن نگرفتگی. اساساً خطاگی دولت همین بود که این همین رشکی بیهوده، غرور بیهوده، این همین خودبینی، چی گویا که خیانت از طرف دوستان
بود برمیگشتی خیلی زندگی است با مجروح خود میرود با یک دیگر شخص دوست میداشتی اویلا دور میشدی فرزند دور میشدی زندگی تا پیش میبردی نه این بینید این خاراکتر آدم. پس از تماشای شکل پوره و مکمل صحنه‌های فیلم بیننده معنی آن را البته خوب درک کرده میتواند. همدلی و همدیگر فهمی 4 نفر از دهه 400 ساخت فیلم را پوره میسازد. البته سرنوشت یکی را اسیر، دیگری را موفق و سومین را آواره میگرداند، آواره زندگی. پس در نقش نعیم کدام هنرمند است که نقش را آفریده است؟ در نقش نعیم 5 نفر وای بود اکتوران بودند. این بچه که قدیمو این هنرمندی که قدیمو اشتراک کرد این نعیم باز نقش کردی قادر یولداشف از ازبکستان از ازبک فیلم بود و در استودیو تاجیک فیلم با یک 3-4 نقش دیگرم اجرا کردگی یک نقش باید با هم می آفریدیم. من صفحه خدمت ارمیا بردم انا بعد اون فیلم موند در فیلمی چیز بود استاد کیماگرف بود اونجا اشتراک کرده بود. خیلی استاد حبیب الله عبدالرزاقов حیدر اینک استاد ما ایشور ما در پیش از ما در چندین فیلم های دیگر هم و همچنین نمونه ما بود وای بود چیز بود. گلسرم در پیش از این با یک در کرسی 4 در یک نقش نو قدر کلان در تاجیک فیلم اشتراک کردگی بود لیکن رول کلانش همین بود رول اساسیش از همین سر شد بعد نقش های دیگر رفت. این نخست نقش های شما بودن که من در فیلم 4 تن از 4 سنگ بعد تمام کردن بعد همون تمام کردن چیزی یکمین چیز ما همین بود این یک برای مثال یک دنیای میگم که دنیای کینو دنیای نو ژانر نو این راک شد برای ما هم برای گلسره هم برای ما هم وقتی استاد گرمی زاقبک ترجمه داشتن استاد عبدالرزاقov ترجمه داشتن خیلی بعد مارگریت خواستم بسیار مدد رسان خیلی دید در چیزی که دید وقتی که پروبا بدید چشمان من و چیزی های من دید همون دوره 50 سالگی وای کردم همین دید در همین چشمان من گفت که برای من مهمه چشمان توی چیزی که در چشمات هست یعنی در فکرت هم هست در دلت هم هست. وقتی همون دوره پیری وای میکنه گریم کردن وای کرد گفت برای من همین وای دوره جوانی گفت برای من مهم نیست پریدن و جاییدن افتیدن و یعنی اینم خیلی مونده برای من میگم که یک هم تاریخ و هم سرشوی ایجاد من در کینوی خیلی پیش در اینستیتوت در فیلم های روسی اپیزودها به اشتراک کردیم وای کردیم همچنین دانشجو بودیم ما بردن نمی خیلی لیکن در فیلم نقش اساسی بعد نقش بسیار مرکب بود برای من یک تجربه دیگر بود یک تجربه که بایتر شده میگم که همین با همین بهانه خودم نفهمیده همین هنرم کمتر سایقل افتاد بعد بچه‌ها بعد رژیسورها با من گفتن نمیخوام. زندگی یک جوان عاشق در فیلم به مثل دولت پر از معماهاست زیرا آرزو نیت‌های خاص جوان یک تن از دهه 4 سنگ به باد سما می رود و تقدیر او را ناامید می سازد. دیگر یک جا بودن دولت با گلشن مثل خواب است. کدام حالت در فیلم دولت را بیشتر دلگیر و یا رنجیده خاطر می کرد؟ وقتی که همون اپیزودی که دوستش نعیمش میابد بعد میگوید که من توی میبرم ولی وای نمیدونند که وای هم همینجا هر چی به کدام مرتبه رسیدند اینه بینید یک تاش سر انجینیر شد یک کار دولتی شد یک تاش دکتر طب شد وقتی همین یک تا آدم همین زندگیش نابرار موندن از وقتی وقتی که میگوید که من پیش حیدر و گلشن تو میبرم انا همونجا بوغش با دیوانگیش میگرد وای ها میگد برای من وجود ندارن گفت این برای چی گشته اومد همینجا تاجیکستان با وقتی که میفهمد که قشلاقی وای تگ آب میماند همون تو قول کهنه بود در چیز وقتی همون میماند و در گازت میخواند وقتی اینا که میبیاد همونجا میبیند که با اون قشلاقش خیر خوش کند همون بچه میبیاد که این همین نعیم میابد و بعد بازور میبرد و این خاطره ها میبید آخر تن میتد
که زندگیش برباد رفت. بعد آشتی میشد، گلشن قطعی همو، حیدر قطعی همو و این قطعی دیر پشیمانی اگه سود ندارد. در ادامه فیلم باز یک لحظه های حساس و هیجان بخشی هست وقتی که گلشن با دولت بعد از گذشت 30 سال به دیدار همدیگر میرسند. آیا دولت به محبت خود باور داشت؟ در راه دوستی کی رو خیانتکار می‌حسابید، گلشن و یا حیدر را، چون عشق پاکش را از دست داد؟ و در اول گمان میکرد هر دوش خیانت کردن، هر دوش. لیکن بعدتر وای میشد که حیدر گمان میکرد، حیدر بسیار گنده میبیند با که گلشن از راه زد. لیکن اون نفهمید که آخر مرگ وای خبر رساندن گویا که رفته است و او را بسماچی ها کشتند و چیز. اینه به نظر نمیگیره. بعد میفهمد که زندگی هست، همین خیلی زندگی همین خیلی است، قسمت همین خیلی است، تقدیر همین خیلی است. اون نخواد که، لیکن یعنی محبتش همین خیلی مون نسبت به گلشن. А вот и наша Гульшан. Ну? Здравствуй, Давлет. Здравствуй, Гульшан. Ты не считаешь себя виноватой в моей судьбе? Видишь ли, Давлет, мне кажется, винить в своих бедах кого-то ты не имеешь права. Ты сам во многом виноват. Я много думала, сомневалась. Когда человек сомневается в чем-то, значит, он не уверен в своей правоте. Я тоже думала так. Но жизнь научила меня понимать вещи глубже. И ты боишься, что я не пойму твоей глубины. Не обижайся, Давлет. Я очень хочу, чтобы ты меня понял. Это важно для нас обоих. Я постараюсь, Гульшан. قصه عجیب است. در انتها تقدیر دوستان را به هم می‌پیوندد. 4 نفر از کوهستان چهارسنگ، 4 نفری که ابرز این قهرمان ها را شما و باز چندین هنرمندان دیگر خیلی ماهرانه یعنی نقش آفریدید. این همچون فکر ایجادکار میماند. این تماشابی نمیبیند، این چیزش نمیبیند. لیکن ما با همین امید میتیم که این همین هر حال آخر عمرش با یافت وطنش، یافت دوستانش یافت. Ну что, познакомить вас? Здравствуй, Давлет. Здравствуй, Хайдар.
Жаль, что мы не встретились 30 лет назад. А я считаю, тебе крупно повезло. Ну что, сядем? Ну вот, мои дорогие, опять мы все вместе. Как будто не было этих 30 лет. Ты брось эту примиренческую политику. Нужно все поставить на свои места. Хайдар, ты просто не сносен. Я не дипломат. Я все равно выскажу все, что думаю. Ну ладно, ладно, хватит вам. Давайте поужинаем и поедем в Чорсанг. تشکر برای صحبت و خاطره‌های گرمتان که اطراف فیلم 4 تن از 4 سنگ و نقش هنرمندان اطلاع بیشتری دارید و باور داریم که پس از تماشای امروزه برنامه نقش بینندگان حتما این فیلم را تماشا میکنند و به خود غذای معنوی میگیرند. بینندگان گرامی، ما نیز تمنای آن را داریم که در زندگی همنشین و همراز دائمی شما دوستان نیکبین و صمیمی باشند، دوستانی باشند که از بودنشان همیشه افتخار کنید. به مثال قهرمان‌های فیلم 4 تن از 4 سنگ. اینجا برنامه نقش انجام می‌یابد. تنسیت و سربلند باشید. خیر.